چالش 5 روزه میکاپ رنگی. روز اول پایین پلکم از این چسبا میزنم چون میکاپم خیلی راحت‌تر میکنم. میکاپی که میخوام انجام بدم رنگش بنفش مشکیه که با لباسام هم ست بشه. رنگ بیس پلتم استفاده میکنم. با مداد چرب مشکی گوشه های پلکم رو تیره میکنم. سر جای خودش فیدش میکنم. از رنگ بنفش پلتم به عنوان رنگ میانی استفاده میکنم. جلوی چشمام رو روشن میکنم چون باعث میشه که میکاپم تمیزتر دیده بشه. حالا رنگ مشکی رو خیلی کم گوشه چشمام میارم. دوست دارم میکاپم یه ذره شاین داشته باشه، از این شاین یه ذره میزنم روش. وقتی برداشتن چسبه زیر چشممو کانسیلر میزنم و پودر فیکسش میکنم. زیر موژه و ریمل و بعدش هم موژه. بعد از اینکه موژه‌مو گذاشتم از رنگایی که برای بالای پلکم استفاده کردم برای پایین پلکم استفاده میکنم و در آخر این رژگونه مورد علاقه‌ام میزنم.